خونه هر مردی طرفدارای H&M سلام. امروز با ندا یه چالش داریم. میخوایم ثابت کنیم که کی پولاشو بیشتر چرت و پرت میخره، چیزایی میخره که اصلا به درد نمیخورن. خیلی خوب. دمپایی رو فرشی کجاش چرت و به درد نخور و الکیه؟ وقتی دو تا یه جنس باشه این یه رنگ دیگه است. بعد اینکه خیلی قشنگ بود، نرمولی بود. یعنی الان با یک لباسی ست میشه، اون با یه چیز دیگه. بعد انتخاب سخت بود. خیلی قشنگن، خیلی نرمن، راحتن، تو نمیتونی درک کنی. اینا اصلا مال کار دیگه ایه. اینا برای ساحله، اینا برای حمومه. این یکی همینطوری رو فرشیه. اینا رو توی یک بار خریده ها جان. بالاخره مهم اینه که همشون کاربردی بود، قشنگ بود و اصلا چرت و کجا یه جفتش کاربردی؟ رنگای مختلفه، رنگاش فرق میکنه. اگه من 3 تا سبز خریده بودم میتونست بگه، ولی 3 تا سبز نخریدم. این مال ساکراکس ساحلیه. این چیه؟ ما تو گرما داریم زندگی میکنیم. بعد همون تو نمیدونی چند بار روزی میخوایی بری همون؟ دیگه فرق میکنه بالاخره، لازم میشه. اینجا 9 ماه سال اینقدر میشه نخرید. تورم داریم اینجا 9 ماه سال اینقدر گرمه که اصلا نمیتونی با لباس راه ببری. نه تو اینجوری خیلی هم تو خونه سرده. خیلی من همیشه پاهام یخ. این یکی من همه میدونن آقا، همه میدونن این چرت بود. انصافا مگس کش باید خون لازم نیست. اونجایی به گرمی لب ساحل. این شکسته بود. این شکسته بود، من اینو خریدم. 3 تا شکستش کار میکرد واسه ما. اگه بعد 10 سال یک مگسی میخواستیم بکشیم 4 تا. آقا این 2 تا، خب این 2 تا رو با هم خریدم برای کار دیگه ای خریدم. 4 تا دمپایی رنگای مختلف به درد نخور بود یا این همه مگس کش؟ لازم میشه مگس کش، لازم میشه. اصلا ما کلا خانم 4 نفریم که هر کدوم یه مگس کش نایابه. مگس کش نایابه. مثلا ممکنه دیگه قهوه بیاد مگس کشا رو جمع کنن. اینا 2 تا با هم دیگه توی پکیج زده و 20 تومن. من مجبور شدم 2 تایی با هم بخرم. این 2 تا هم دقیقاً از همونجا خریدم. بعد منم وقتی اون دمپایی رو می‌خریدم مثلا اگه 2 جفت 3 جفت هم داشتم تخفیف می‌گرفتم. بعد مگس کش ولی اون الکی بود. اینها نه، اینا مگس کش چیز واجبیه، همه هم میدونن. 4 تاش هم کم. این 2 تا شکسته اصلا به درد نمیخوره. این 2 تا هم پک، اینا پک مگس کشه. این هم یه پک مگس کشه. کلا انگار ما 2 تا داریم که یکی شکسته. ولی خب معلومه که مصرفت بالا بود. اینو ولی حق داری واقعا. این معلومه که خیلی پر مصرف بوده براش. خیلی قشنگه. اصلا استفاده نداره این. قرمز خالخالی. بقیه چیزامون قرمزه توی آشپزخونه. بله میدونم، منم قرمزم. خب اونو که دیگه من دیگه همه میدونم. من همیشه واقعا قشنگ شد روی این زار. استفاده نداره، این دکوریه. خیلی قشنگ میشه. به شما هم پیشنهاد میکنم یه کتری خوشگل قرمز خالخالی همیشه رو گازتون بذارین و اصلا کلا لذت میبرین. خب من یه اسکولم پول بدن اینو بخرم بزن رو گاز. ها استفاده میکنم. خب من عکس چاپ کنم بچسبونم رو گاز که از این قشنگه لقا پول نمیده، کلی پول میخوره. این چیه؟ این چرته. نخرین. نه اصلا. آقا نظر این زمان بخرم. خرابش میکنی. تازه خریدم. این چیه؟ یعنی این همه ماگ دارم، اصلا به این زشتی تو عمرم ندیدم. انصافا خوشگله. زشترین ماگ دنیاست. فقط یه مرد اصلا هیچ تاجی نداره. اسکلت سیگاری. یعنی چی؟ یه مرد میفهمه ای چیه واقعا. اینقدر وحشتناکه که قایمش کردم. خیلی خوبه.
خیلی خوبه. خیلی یکی از خوبیاشه که هیچ وقت دهنی نمیشه. هیچ کس به جز من توی چیزو نمیخوره. از این بهتر دیگه چی بخوای؟ تنها واقعا تنها مزیتش یک ماگ کاملا اختصاصی فقط مال منه. خیلی هم خوشگله. نچراله. خیلی نکن؟ آره چیزی نمونده براش کجاش نچراله اسکلته. اتفاقا یک ماگ اسکلتی توی هر خانواده ایرانی لازمه. مرد ایرانی بدون ماگ اسکلتی چیز نیست. چیزش کمه. وقتی میخوای دیگه نمیدونی چی جوری دفاع کنیم. چیزش کمه مرد ایرانی بدون ماگ. انصافا خوشگله نه؟ از اون بهتره. خیلی توی این نمیشه چیزی خورده، توی این میشه. خودتون نظر بدین واقعا کتری قرمز خالخالی خوشگل یا این مسخره زشت اصلا واقعا ترسناکه ماگ قابل استفاده است. نمیدونم واقعا یعنی چی. لیوان استیچ این نمیشه توش چیزی خورد. چرا میشه؟ چرا من امتحان کردم اینجوری کنی میشه. وای اصلا نباید تو این چیزی خورد. این فقط خوشگله. آخه اینو داریم چرا اینو میخری؟ سته این دوست اینه. این یه اسم دیگه داشت الان یادم نمیاد اسمشو. این استیج این دوست استیج. خب اون مگسکشه هم دوست اون مگسکشه بود. نه همش یکی بودن ولی اصلا تو این نمیشه چیزی خورد. نکن. چرا میشه؟ الکی نگو. میشه. چرا میشه؟ اونجوری که تو با اون ماگ اسکلتیت زشت بی مصرف راحتی با این نیستی. نکن. چون همین دیگه همینو تو نگاه کن. نکن. واقعا که دماغ داخل نمیره. دماغ داخل نرفت. مشکل از دماغ توه. نه هیچیش نشد واقعا. بعد مثلا لازم حتما استفاده کنید. این چرا استفاده؟ چرا دو دسته داره؟ این مگه گلوله؟ مدلش این گوشاشو به عنوان دسته طراحی کردن. پای دماغت میره تو از اینجا میره از اینجا میره. نه نمیره. لازم نیستش که تا کمر بری تو ماگ که دماغت هم بره. این مزخرف بود اصلا. حتی دکوریش هم قشنگه. این چی؟ این یه کنسول 1000 سال از کار افتاده. اصلا اتفاقا این بی خودترین چیزه. اتفاقا همه میدونن بازیاب پیداش که این کجا بود. همه میدونن باور نمیشه خریدی. الان 500 نفر کامنت میذارن میخوان اینو بخرن از من. حتی تمیزم نیست. نه این خب همینجوریه دیگه. این نچراله. خیلی این هیستوریه. این تاریخه. هم باور که اگه کنار کوچه هم بیفته کسی اینو ور نمیداره. چطور خریدی؟ من الان تو الان با آوردن این جلو دوربین ریسک کردی. چند نفر تو خیال میکنن من بخاطری بدزدن. نکن. بعد الان با این چی کار میکنی که کاربردش حتی باز نمیشه؟ نه چرا؟ نه چی کار میکنی با این کنسول بازیه. بازی میکنی؟ بله این کنسول بازی خیلی هر زبانی یک کتاب تاریخ داره. هر کسی که تا حالا تو زندگیش 1 دقیقه بازی کرده احتیاج به تاریخ کنسول های جهان داره. این تاریخ کنسوله. اتفاقا همه میدونن که این قابل استفاده است. حتی قشنگ نیست چیزایی که میگیره. علاوه بر اینکه کاربردی نداره زیباست. این چیه؟ یعنی میخوای بگی کیسه آب گرم چیز بدیه یا کاربرد نداره؟ خیلی قشنگ‌ترین کیسه آب گرم دنیاست. کیسه آب گرم توی شهر ما لازم نمیشه. ما کیسه آب یخ لازم داریم. لازم میشه وقتی آدم یک جایش درد بگیره دستی پایی واکسن که میزنی کیسه آب گرم میخواد. تا حالا تو زندگی میره استفاده نکرد. این تو کمد قایم شده. آخه خراب میشه. خیلی قشنگه. کثیف میشه. اینم مسافرتیشه.
صورتی بود ترداتاش. آخه این چه کیسه آب گرمی؟ این به چه درد میخوره؟ سوراخش کردی؟ نه آروم رفتار کن. این به چه درد میخوره؟ آناناسی قشنگه، حتی اگه استفادهش هم نکنی هر وقت بدونی خوشگله، خوشحالت میکنه. بعدم استفاده میشه، مسافرتیه. هیچ انسانی از این استفاده نمیکنه. تو حالا تو زندگیم ندیدم این از تو کمد در بیاد. این برای مثلا سر و اینا که کوچیک‌تره قشنگ میتونی استفاده کنی، مثلا اینجوری رو بازو، رو پا. این خیلی چیز خوبه، همه میدونن. خدایش مسافرتی ببین چه چیز خفنی گرفتم. این اصلا میدونی چقدر سخته پیدا کردنش تو بازار؟ قدر نمیدونی دیگه. این چیه؟ چرا قوه؟ اصلا یه جوریه انگار حباب سازه. نمیدونم واقعا. تمام مردم میدونن این چراغ قوه رومیزیه که حتی رومیز وای نمیست. چراغ قوه رومیزیه مخصوص این احتیاجی تو هر خانه‌ای. برای چی تو خونه‌ای که پر از چراغ قوه رومیزی میگیری؟ برای موقعی که برق میره. مگه گوشی نداری؟ برای موقعی که گوشی شارژ نداره. هر مردی باید تو خونه‌ش یک چراغ قوه. این همه به قول خودش 90% خونه ما شمه. هر مردی باید تو دیگه چراغ قوه می‌خواستیم چیکار؟ اومدیم یه بار مثلا بیرون دزد. دقیقاً ما هم اون 90% وسایلش شامل چراغ قوه میشه. اومدیم یه بار دزد اومد. من اینجوری میبندم به پیشونیم. بعد انواع چراغ قوه رو دارن. این مدل رومیزیشه فقط. این پیشونی رومیزی. این از آخرین سریای چراغ قوه‌ای که خریده. که همه میدونن چراغ قوه لازمه. یک سوال این چیه؟ اصلا نه. این چیه؟ گوشگوب. اصلا با صنایع دستی شوخی نکن که من خیلی علاقه دارم به چیزای هنری. گوشگوب همه میدونن اینا چیه، فقط تو نتونستی درک کنی، ارتباط بگیری. این گوشگوبا رو آورده میگه اینا جاشمیه چون اینجا سوراخ داره تو شم میذاره. جاشمیه. حالا البته که اون چیزی که سفارش دادن یکم متفاوت بود ولی این به دستم رسید. گوشگوب ولی بازم واقعا قابل تحسین. این کار دست زحمت کشیدن. چجوری درست کردن؟ کجا زحمت کشیده؟ یه دونش وسط داره دوتای دیگه نداره. خب این مدلشه. نباید مثل هم باشه. به اینا میگن دفورمه. این گوشگوبه. این گوشگوبه تو خونه‌شون نوشته تا سوراخ کرده. بالاخره خلاق بوده. نه الان یه چیزه. این خیلی قشنگه. چوب درخت چناره. هیچ حرفی بین ما رد و بدل نشده. این چیه؟ جاشمی. گوشگوب. جاشمی. گوشگوب برای موقعی که یک نفر دیزی میخوره، گوشگوب برای موقعی که 3 نفر دیزی میخوره. گوشگوب برای موقعی که 3 نفر دیزی میخوان بخورن میخواد دستت نیفته. گوشگوبه. این چیه؟ توی خونه هر مردی الان به قتل میرسیدی با توی خونه هر مردی. واقعا چیه خب؟ توی خونه هر مردی یک سته قشنگ حفظ جان لازم. 2 روز دیگه اگه به اینجا حمله شد من با همینا جونت نجات میدم. اگه گروگان گرفتنت من با اینا اینجوری پرت میکنم میخوره به طرف میفته. اینا بده ولی اینا خوبه. اتفاقا همه آقایون میدونن هر مردی برای محافظت از خانوادهش یه همچی چیزی لازم داره. 2 روز دیگه اگه جنگ شد مثلا چرا؟ واقعا چرا؟ این چیزا که اومدن من اینا اینجوری برای محافظت از جان ازشون استفاده میکنم. من واقعا دیگه فقط سکوت اختیار میکنم. هیچی نمیتونم بگم. نمیدونم اصلا تو سرش چی میگذره. اتفاقا همه مردا الان با من موافقن. همشون میگن آفرین به این هوش و ذکاوت. چی؟ همون ذکاوت.
خیلی به خود فشانم. بگو دوست داشتم خریدمش. نه این دوستش داشتم، مجبور نیستی دفاع کنی. من گفتم این اگه حتی استفادم نشه واسه قشنگی دوست داشتم خریدمش. الان 2 روز دیگه پلنگ، اینجا پلنگ نداره، گرگ اینجا شما یعنی کتری اضافی بود، به در نخور بود، تزیینی بود، ولی شمشیر و چاقو. 2 روز دیگه بچه‌ها رفتن در یه کوسه بهشون حمله میکنه. من سریع میام اینو میکشم، کوسه رو سفره ماهیو آره قشنگ سفره میذارم. اتفاقا الان همه مردا دارن به هوش و ذکاوت من قبطه میخورن. همه‌شون فردا به من پیام میدن از کجا خریدی. 100% منتظر باش. خب بچه‌ها دیدین که همه چیزایی که من خریده بودم واقعا مورد نیاز بود، واقعا لازم بود و حتی کم هم بود و همه چیزایی که ندا خریده بود چرت و مزخرف بود، به درد نخور، زشت، آشغال. اونایی که با من موافقن میتونن با لایک کردن کامنت بذارن، پیام بذارن تا ثابت کنن که ما راست میگیم، ما مردا حقمون خورده، نه به خشونت علیه مردان. بله حتما. واقعا خیلی چیزایی که خریده بود عالی بود، مخصوصا مورد آخر که خیلی لازم و واجب و ضروری بود. کسایی که این کلیپ ما رو دوست داشتن، این فیلم ما رو دوست داشتن، برامون کامنت بذارن. اگه تونستین دلتون خواست ما رو سابسکرایب کنین، بهمون پیام بدین تا ثابت کنیم، ما مردا ثابت کنیم که چیزایی که ما میخریم چیزای مهمتریه، چیزای واجبتریه و این چرت و پرتا رو لازم نیست توی خونه باشه. این تو خونه نباشه باید گشنگی میمیریم، ولی این نباشه هیچ بلایی سرمون نمیاد. الان این دستت اینقدر قدرت گرفتی به لوازم من توهین میکنی نه؟ گوشکوب حتما برای ما پیام بذارین، ما رو سابسکرایب کنین. تا دیدار بعد، خدا نگهدار. خداحافظ.